دیواری نورالله غشوف را با قرار رئیس ناحیه فرخار چپه کردند برای راهی که ساکنان دهه تاجیکستان دعوای آن را دارند. پس از 3 سال بحث با امر دادستان و قرار رئیس این راه باید باز شود. چپاگردون کدا рафтан نزدیک حوالگی خونه ما هم برای راه باشم ما یگان چی ندارم دعوا ندارم نه که قرار ده امر پروکورور ده که برام اگه که 3 کس برطرف کرده شه راه شده شوه هم یک کس یا طرفه کردن ده کس دیگه هم یا چک دختر رفتن هیچ چی بود نکردن. ساکنان دهه میگویند مسئله تمام نشده است، زیرا بس نه فقط سر یک دیوار بلکه 20 متر راه است. دیواری 2 نفر دیگر نیز باید برداشته شوند. اما در کمیته زمین ناحیه فرخار گفتند که بحث سر 6 متر راه میرفت. حل شد و آنها همین 6 متر راه را باز کردند. رادیوی آزادی درباره این مشکل 1 سال پیش خبر داده بود. آن وقت ساکنان دهه تاجیکستان به دادگاه شکایت برده بودند. دادگاه دعوا را به منفعت ساکنان حل کرد. اما چند ماهی پیش رئیس ناحیه ظریف نظری سبب را در قوه قانونی نگرفتن حل نامه دانست. وقتی که اگر سود نداده بودم ما وای راه شده داده بودم و هو 6 ماه 7 ماه استفاده بردم. رئیس نوع رفت امین که شده داد کمیته زمین تصدیق کرد محترم پروکورور نظارت کرد پرابلم نبود. وقتی که اینو سود با دادن و جنجال خیست ما الکی تو حلنامه به دست نگیریم من امین مسئله حل کردن نمیتونم. این در حالی است که به گفته ساکنان دهه کسی به حلنامه اعتراض نکرده است. غشوف میگوید که از روی این قرار و امر فقط دیواری خانه او چپه کرده شده است. اما به دیوارهای 2 نفر دیگر پیرک محمودوف و نورالله حقیاروف دست رسانده نشده است. بنا به حکم دادگاه باید دیواری آنها نیز از میان برداشته شود. نورالله غشوف میگوید که با وجود حجت داشتن خانه او دیوارش تخریب شد، اما او به این کار دعوا نکرد، ولی مقامات دیواری 2 نفر دیگر را نادیده گرفت. او میگوید که همین چیز او را وادار کرد که شکایتش را از ناحیه به جمهوری کشاند. با گفته او و همسایگانش تا عدالت برقرار و راه از سوی همسایه‌اش باز نشود از مبارزه دست نخواهد کشید. محمود جان رحمتزاده، آزادی، فرخار.